چند بار براتون پیش اومده که گربه‌ها بهتون خیره بشن؟ میدونستی گربه‌ها یکی از حیوانات اسرارآمیز این جهان هستین؟ چون قدرت‌هایی رو خدا توی وجودشون گذاشته که اگر بدونی دیگه به چشم یک حیوان نمیبینیدشون. دولورس کنن، هیپنوتراپیست مشهور، با کمک هیپنوتیزم تونسته با موجوداتی که در ابعاد بالاتر هستند ارتباط بگیره و اون موجودات راز و رمزهایی رو راجع به گربه بهش گفتن که باورتون نمیشه چطور زندگیتون رو تغییر میده. پس اول قدرت‌های خارق‌العاده گربه رو از زبان خانم دولورس کنن براتون مطرح میکنم. به نظرتون اگر گربه‌ای که به شما یا یک نقطه‌ای خیره شده باشه، این به چه معنیه؟ برای کشف این حیوان عجیب و غریب تا آخر این ویدیو همراه هم باشید. در مصر باستان گربه مقدس ترین حیوان در بین حیوانات دیگه بوده. به نظرتون چرا گربه؟ چرا بقیه حیوانات نه؟ چه چیزی گربه رو نسبت به بقیه حیوانات خاص کرده بود؟ دولورس کنن میگه که گربه ها حیوانات معنوی هستند و به خاطر داشتن انرژی که مرتبط با دنیای ماوراء الطبیعه هست به سمت انسان‌هایی که انرژی خاصی دارن کشیده میشن. پس لازمه که اینو بدونید، یه گربه اتفاقی وارد زندگی شما نمیشه. اگر تصمیم گرفتی که ارتعاشت رو تغییر بدی و همزمان یه گربه هم وارد زندگیت شد، اصلاً این اتفاقی نیست و این یک حمایت از طرف اون گربه هستش. تا زمانی هم که کارش رو کامل انجام نده، یعنی رسالتش رو تموم نکنه، از پیش شما نمیره. چیزی که به گربه قدرت فراتبیعی میده حس بیناییشه، چون چیزایی رو میبینن که من و شما نمیتونیم ببینیم. قبل از اینکه با رازهای دیگه گربه ها شگفت‌ترتون کنم، چنل رو سابسکرایب کنید و به خانواده قدرت جذب ملحق بشید تا سایر ویدیوها رو از دست ندید. گربه ها از صور فلکی شکارچی برای تکامل انسان ها پا به زمین گذاشتن. مأموریتشون اینه که به ما یاد بدن خودمون و تمام کائنات رو بی قید و شرط دوست داشته باشیم. مأموریت دومشون هم اینه که انرژی منفی خودمون و محل زندگیمون رو خنثی کنن. گربه نه تنها میتونه خونه رو از انرژی منفی حفظ کنه، بلکه میتونه از خونه در برابر انرژی های خبیث و شیطانی هم محافظت کنه. یه وقتایی شاید دیده باشید گربه ها بی دلیل به این طرف و اون طرف میپرن، انگار دنبال چیزی میگردن که ما نمیبینیمش. این به خاطر اینه که گربه انرژی منفی و وجود ارواح رو حس میکنه. گربه با تعقیب ارواح دنبال اینه که بفهمه این ارواح برای قلمروش تهدیدی هستن یا نه، و وقتی این طرف و اون طرف میپرن دارن با تغییر میدان انرژیشون اون انرژی شیطانی یا ارواح رو از اون محیط خارج میکنن. گربه ها توی خونه بیشتر به سمت کسی میرن که به توجهشون نیاز داره. تحقیقات دانشمندان نشون داده که صدای گربه ها به خاطر طول موج خاصی که داره میتونه حاله های اطراف انسان رو پاکسازی کنه. پس رسالت سوم یا مأموریت سوم گربه ها هم شفا بخشیه. حالا شاید فکر کنید وقتی یه گربه بهتون خیره میشه ازتون غذا میخواد، اما نه. گفتیم که دولورس کنن در گذشته با کمک هیپنوتیزم میتونسته با فرازمینی ها و موجودات ابعاد بالاتر ارتباط بگیره. دولورس توی یکی از جلساتش گفت یه گربه وقتی به شما خیره میشه اول حاله یا انرژی که داره از سمت شما ساطع میشه رو میبینه، نه خودتون رو. یعنی گربه به هر چیزی که خیره بشه، یعنی به چیزی که فراتر از چیز دیگه در اونجاست خیره شده. به خاطر اینکه گربه ها این توانایی رو دارن، موجودات چند بعدی هستند و میتونن طول موج‌های مختلف رو ببینن. با استفاده از همین تواناییشونه که میتونن ارواح و انرژی منفی رو ببینن. هر وقت گربه‌ای بهتون خیره شد، به این معنیه که میخواد قدرت شگفت انگیز خودش رو با ما به اشتراک بذاره. انرژی رو در ما دیده که حس کرده به کمک نیاز داریم. وقتی ما هولش میدیم یا میترسونیمش که بره، اون انرژی سحرآمیزی که رسالتش بوده به ما عطا کنه رو مسدودش میکنیم. بی دلیل نیست که تمدن‌های باستانی انقدر به گربه‌ها توجه میکردند. اگر گربه دارید به رفتارش توجه کنید و اگر مدام به یک نقطه خاص رفت و آمد داشت یا به جایی زل زده بود، کمکش کنید که بتونه انرژی منفی رو بیرون کنه. شاید بپرسید چجوری؟ این کار رو با دعا یا پاکسازی میتونید انجام بدید. من در پایان این ویدیو دعای پاکسازی خونه رو براتون قرار دادم. چه گربه دارید چه نه، حتما این دعا رو بخونید. خیلی خوب بچه ها،
بیایید از خدا به خاطر این همه نیروی ماورایی که جهت محافظت برای ما انسان‌ها فرستاده تشکر کنیم. پس زیر این ویدیو بنویسید خدایا شکرت که برام نیرو میفرستی. اگر میخوای رازهای دیگه‌ای که فاش شده رو بدونی، این 2 ویدیو رو حتما تا انتها ببین. به امید دیدار تا ویدیوی بعدی.